ذره شدیم. پدیده ها رو در حقیقت محدود میبینیم، تقسیم شده میبینیم، تقصیر شده و قطعه شده میبینیم، کامل نمیتونیم ببینیم. گویی مثلا یه صورت زیبایی که قبلا کامل میدیدیم، حالا یک بار یک گوشه چشم رو میبینیم، با یک دقت دیگر گوشه دیگر رو میبینیم، با یک گوشه دیگر یک گونه رو میبینیم، با گوشه دیگر اون فرو رفتگی رو میبینیم. اصلا این صورت دیگه زیبایی نداره، تیکه تیکه میبینیم و نمیتونیم اینها تناسب بدیم، قطعی شده میبینیم. فرو افتادیم و متکثر شدیم و پدیده ها را فرو شکسته و فرو افتاده و قطعی شده ملاحظه میکنیم. اینجا برای انسان با نوعی حرمان و شکایت و ناکامیابی همراه است. انسان از این گله داره. معلومه که اینطور نبوده که گله داره. اگر اینجور بود که گله نداره. گله انسان از اونجایست که یه چیزی رو از دست داده باشه گله کنه، اما چیزی رو ما از دست ندادیم. اگر چیزی از دست نداده باشیم، همین اندازه رشد کرده باشیم، گله نداریم. خیلی پایین بودیم، خاک بودیم، حالا انسان شدیم. برتر از این که نبودیم گله هم نداریم. خیلی هم باید شاکر باشیم که ما از خاک به این برجستگی نائل آمده ایم، از زیر پا آمده ایم به سر. اینجا باید خیلی هم شاکر باشیم. هیچ گونه جای گله نیست. گله انسان، منشأ گله‌مندی ها و شکایت های انسان این است که از اصل خودش دور افتاده و اصلش کامیاب بوده. یعنی انسان از نهایت کامیابی به نهایت فقر فرو افتاده، از نهایت املاء و اشباع و کمال به نهایت نقص سرنگون شده است. حال خاطره ای از اون عالم وسیع در وجودش هست. ما خاطره ای از عالم بالا داریم، یعنی خاطره ای از کمال داریم. سابقه کمال در ضمیر ناخودآگاه ما هست. ما وقتی فرو افتادیم، شکستیم، یعنی یک وحدت کلی بر زمین خورد، هبوط کرد، شکست، شدیم من تو، قطعه شدیم. وقتی این وحدت کلی بر زمین فرو افتاد و قطعه شد، هر قطعه هم به خودش لباس پوشید. یعنی به لباس همین محبت، محل هبوط در آمد. یعنی به تعداد انسان ها ما جلد پیدا کردیم، پوستین پیدا کردیم، قالب پیدا کردیم. قالب های ما مانع همدیگه هستند، چون انسان وقتی فرو می افتد به این خاک، به رنگ خاک در میاد. اما اون حسه حقیقی که از بالا فرو افتاده نمیخواد رنگ خاک رو به خودش پذیره. بعد انسان میشه موجود دوگانه. یک حقیقت فرازینی که از بالا فرو افتاده، یک جلد خاکی، پوسته و قشر خاکی داره. اینها با همدیگر در این هبوط آمیخته‌اند. بعد بین اینها همیشه نزاعه. مولانا داستانی رو در مثنوی میگه که مجنون از عشق لیلی که سرمست میشد، یک روز سوار شد بر یک ناقه، شتر ماده، که بره به طرف کوچه لیلی، کوی لیلی. وقتی سوار این شتر شد، همینطور که شتر گام به سوی دیار لیلی برمی داشت، این یواش یواش مستیش افزون می شد. مستی عشق وجود او را سر تا سر می گرفت و مملو می کرد از بیخودی و ناهوشیاری. وقتی این مجنون به اوج ناهوشیاری می رسید، دیگه بیخبر می شد، شتر برمی گشت به جای اولش. چرا که این شتر یک بچه داشته، یک کره داشته. یک بچه شتر که تمام میل شتر رو به سوی خودش جذب میکنه، رغبت شتر رو اونجا گرفتار کرده و جذب کرده و متعلق کرده. بعد متعلق مجنون هم اون سو. بعد مجنون دوباره این شتر رو از همون بغل کره شتر، بچه شتر برمیگردون، دوباره با اون احوال شاعرانه و مستانه میرفت. هر جا که به نهایت ناهوشیاری و مستی عاشقانه میرسید، دوباره شتر سرش برمیگردون
مجنون وقتی به هوش میومد میدید که شتر دوباره برگشته پیش بچهش. که اون شاعر عرب این رو به تصویر میکشه، میگه که هوا ناقتی خلفی و قدامی هوای و اینی و ایاها لمختلفان. هوای شتر من، میل و رغبت شتر من به پشته، میل و رغبت من به جلوه. او میخواهد عقب برود، من میخواهم جلو بروم. اینی و ایاها لمختلفان، من و او دو همراه نالایقیم. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دوتا دو همراه نالایقیم. شتر رو رها کرد، پیاده شد، گفت ما دو همراه نالایقیم. اینجا واقعاً موجودیت انسانی در این توده غبرا و در این خاک سیاه که به رنگ خاک سیاه آلوده شده است مثل ناقه مجنون است که مولانا میگه که پرگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. روح میخواد بره اونور، تن محکم چسبیده است به خاک و انسان در این کشاکش، در این چالش مدام عمر میسپارد بین دو ناهمخوان، یکی به آن سوی میرود، یکی چنگ بر خاک فرو کرده. در یک چنین شأن پارادوکسی انسان قرار گرفته است. دو همراه نالایق رو باید با همدیگر آشتی بدهد، با همدیگر قرین بکند، همسو بکند، همجهت بکند و مسیر مستقیم به سوی کمال را هم این چنین طی بکند. انسان وقتی از اون بالا فرو افتاده به یک چنین مشکل، یعنی دوگانه شده. ملک اینطور نیست، ملک این قالب رو نداره، قالب خاکی با خودش حمل نمی‌کند. بنابراین تکلیفش مشخصه، محو است در ملکوت لاهوت. موجودیت او موجودیت متکثر نیست، بی نهایته. ما بر اساس ادبیات فضای کثیر خودمون اون رو متکثر مینامیم، میگیم اسم فلان ملک این است، اسم فلان ملک این است. میلیون ها ملک بر اساس تعداد و نفوس انسان ها بر اونها قائلیم. اونجا بیگره بودن همچون آفتاب، همچون آب مطرح است. ما هستیم که در حوصله در حقیقت کثرت پذیر خودمون ملائک را هم ملائک میگیم، یعنی فرشتگان میگیم. بر اونها کثرت قائل شده ایم، بر اونها عدد قائل شده ایم، تعداد قائل شده. یکی را اسرائیل میگیم، یکی را جبرائیل میگیم، یکی را میکائیل میگیم. هر کدوم از اینها را بر اساس فرهنگ خودمون و فاهمه خودمون و محدودیت ذهن خودمون نامگذاری کردیم. یعنی جهان مطلق را آورده ایم، ترجمه کرده ایم به جهان کثرت و مقید. اینجاست که انسان فرو افتاده. در این عرصه فرو افتادگی انسان آلوده شده است به رنگ و فضا و شرایط اون محلی که فرو افتاده و از اون طرف هم جایگاهی رو انسان میشناسه، یعنی روح انسان، حقیقت انسان، اون فرامن انسان جایی رو میشناسه، عرصه‌ای رو میشناسه که از اون عرصه آمده پایین، میخواد بره اونجا. وقتی که ما میخواییم به خودمون بریم، از اون خودی که افتادیم، از اون خود فرازینمون که افتادیم به این خود محدود، به این خود شکسته، به این خود کثرت یافته و قطعه قطعه شده، از اون خود مطلقمون که فرو افتادیم میل بازگشت به خودمون را داریم. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. از اصل خودمون فرو افتادیم، به اصل خودمون داریم برمیگردیم که خودمون بشیم. ما خیلی چیزا در مال خودمون نیست، برای همین است که از ما میگیرن. قالب‌ها یکی یکی شکسته میشه، تبدیل میشه به خاک و نهایتاً همه قالب به خاک تبدیل خواهد شد. این اصلا ما نیستیم. ما میریم به سوی خودمون و نهایت میل و رغبت در وجود ما به خودمونه. ما عاشق خودمون هستیم، عاشق اون اصل خودمون که از اون اصلمون شکسته و فرو افتادیم و حبوط کردیم. ما وقتی میخواییم به سوی خودمون بریم، اولین تظاهرات خود جستار خویشتن، اولین تظاهراتی که انسان خودش رو میجوید با شکل میل به دیگری
و علاقه و رغبت به دیگری تظاهر میکنه. حالا اون دیگری کیست؟ یک انسان است، غذاست، فضاست، زیبایی هایی که در طبیعت منتشر است. هر گونه میل به دیگری مسیر جستار خویشتن است. بنابراین شما میل به هر چیزی که دارید در حقیقت یک رشحه‌ای از میل به خویشتنتون هست. میخواید دنبال خودتون برید، دنبال خودتون میگردید که آن دیگری را دوست دارید. همه پدیده هایی که مطلوب شما واقع میشوند میل شما به خود شما را دارن ترجمه میکنن، میگن که شما عاشق خودتون هستید. در قالب رغبت به آن دیگری، در قالب رغبت به آن دیگری، این رجعت به خویشتن، این بازگشت به خویشتن در این نشأه و در این ساحت مادی تظاهر پیدا میکنه. بعد وقتی ما میخواییم برگردیم به سوی خودمون، که خود ما همون پدیده های متعددی است که دیگران هستند، خود شماها هستید. ما یکی بودیم، بیگره بودیم صافی همچو آب. ما یکی بودیم. حالا شدیم در خانه های مختلف که هر کدوم از ما خانه‌ای هستیم که آفتابی را در خود پنهان کردیم. ما یک آفتاب بودیم. ما یک آفتاب بودیم. وقتی آفتاب بر خانه ها میتابد، همچنان یک نور خورشید سما سر بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان، گرچه برگیرید دیوار از میان. خورشید رو در نظر بگیرید. وقتی خورشید میتابه، به تعداد روزنهایی که به خانه ها باز شده است، خورشید متکثر میشه، قطعه میشه. در هر خانه یک خورشیدیه، یک نوریه. نور خانه ما، نور خانه شما، نور خانه آن دیگری. اما همه اینها یک خورشید است و یک شعشعی است از خورشید که در این همه خانه ها متکثر شده و متعدد شده و متفرق و منتشر شده. اگر این دیوارها را بردارید میبینید یه نور بیشتر نیست. همه دیوارها را خراب بکنید میبینید یک نور همه جا را گرفته، اما دیوارها نور رو قطعه کرده. دیوارهای تن ما و دیوارهای اراده ما و دیوارهای هنجارهای فردیت ما باعث شده است که آن نور و موجودیت ما قطعه بشه. اگر انسان بتونه موجودیت قالب گرفته خودش رو تخریب بکنه، میفهمه که من همون تو هستم، تو هم دیگری هستی. این همه اعتبارهای کثرت معنای حقیقی نداره. اما وقتی ما همدیگر رو زیاد دوست داریم، میل شدید به همدیگر داریم، میخوایم در هم ادغام بشیم، فرو بریم، این فاصله رو طی کنیم، یک دفعه میرسیم به این قشر، به این قشری که مانع پیوستن ما به همدیگر است. و این قشر نه تنها خودش مانع تراشی های گسترده تری هم میکنه. یک دفعه حریم ایجاد میکنه. نه تنها خودش مانع ما با هم اتحاد پیدا بکنیم، خودش حریم هم ایجاد میکنه. ما میگیم که خونه ما دیوارش اونجاست، از اونجا به این طرفتر نباید بیای. یه حریم بیرونی هم قائلیم. بعد حریم های معنوی ایجاد میکنیم. میگیم تو کی هستی که با من نزدیک بشی؟ من کجا؟ تو کجا؟ شأن من با شأن تو متفاوت است. صدها پیرایه بر یک مانعیت ادغام و اتحاد خودمون بعداً درست میکنیم.